قرآن کریم و ترجمه معنای آن در روش تفسیر میسر به زبان تاجیکی. سوره حجرات یعنی حجره ها در مدینه نازل شده است و از 18 آیت عبارت است. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشاینده و مهربان. یا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. ای کسانی که به الله و رسولش ایمان آورده اید، در برابر الله و پیامبر او پیش دستی نکنید، یعنی هیچ حکمی را بر حکم الله و پیامبرش مقدم نسازید و از پیش خود حکم نکنید و در گفتار و کردارتان از الله بترسید، زیرا الله به گفتارتان شنوا و به کردارتان داناست. این آیت وعید یعنی تهدید است برای مؤمنان که در شریعت الله چیزی را نوآوری نکنند. تفسیر طبری. أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ای کسانی که به الله و رسولش ایمان آورده اید و به شریعت او عمل کرده اید، صدای خود را از صدای پیامبر بلندتر نکنید و همچنان که با یکدیگر بلند سخن میگوید با او با آواز بلند سخن نگوید تا ندانسته اعمالتان ضایع نشود. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. هر آینه کسانی که در نزد پیامبر الله صدایشان را پایین می آورند، همانهایند که الله دلهایشان را به تقوا آزموده است و صاف و خالص گردانیده است. آنها را در برابر این آدابشان آمرزش و مزد بزرگ است و همان جنت است. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. هر آینه آنهایی که از آن سوی حجره ها ندایت می دهند، یعنی ای پیامبر بیشترشان نمی دانند، یعنی که تو چی مقام والای در درگاه الله داری و باید با تو با احترام رفتار کنند. تفسیر سعدی. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. اگر صبر می کردند تا تو خود بیرون می آمدی و نزد آنها می رفتی، البته برایشان بهتر می بود و الله آمرزنده است آنها را از سبب بی‌ادبی و کوتاهی که از روی نادانی از آنان سر زد و مهربان است به آنها که زود آنها را عذاب نمی کند. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا
تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ای کسانی که به الله و رسولش ایمان آورده اید و به شریعت او عمل نموده اید، اگر فاسقی برایتان خبر آورد تحقیق کنید، مبادا از روی نادانی به مردم آسیب برسانید، آنگاه از کاری که کرده اید پشیمان شوید. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. و بدانید که هر آینه پیامبر الله در میان شماست، حرمت او را نگاه دارید. اگر در بسیاری از کارها شما را اطاعت کند به مشقت خواهید افتاد، ولی الله ایمان را محبوب شما ساخت و آن را در دلتان بیاراست و کفر و فسق و عصیان را در نظرتان ناپسند و زشت گردانید. اینها خود به حق راه یافتگانند. فضلا من الله و نعمه والله علیم حکیم. این خیری که برایشان موفق شد بخشش و نعمت است از جانب الله و الله دانا است به کسی که او را شکرگزاری می کند و در تدبیر امور خلقش با حکمت است. و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فأصلحوا بینهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. و اگر دو گروه از مؤمنان با یکدیگر به جنگ برخاستند، میانشان یعنی با حکم کتاب الله و سنت رسولش آشتیگی برقرار کنید. و اگر یک گروه بر دیگر دست درازی کرد و قبول نکرد، با آن که دست درازی کرده است بجنگید تا به فرمان الله بازگردد. پس اگر بازگشت میانشان صلح عادلانه برقرار کنید و عدالت ورزید که هر آینه الله عادلان را دوست دارد. در این آیت صفت محبت الله اثبات شده است، همچنان که لایق به ذات بزرگی او می باشد. انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا الله لعلكم ترحمون. هر آینه مؤمنان با یکدیگر در دین برادرانند. میان برادرانتان صلح برقرار کنید و از الله بترسید تا بر شما رحمت آرد. یا ایها الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء
عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ای کسانی که به الله و رسولش ایمان آورده اید و به شریعت او عمل نموده اید، گروهی از مردان گروه دیگر را مسخره نکنند، شاید آن مسخره شدگان بهتر از آنها باشند، و گروهی از زنان گروه دیگر را مسخره نکنند، شاید آن مسخره شدگان بهتر از آنها باشند، و از هم عیب جویی نکنید و یکدیگر را به لقب‌های زشت نخوانید. چی بد است نام فسق پس از ایمان آوردن. و کسانی که از مسخره کردن، عیب جویی کردن و به لقب زشت نام گرفتن توبه نمی کنند، خود ستمکارانند. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. ای کسانی که به الله و رسولش ایمان آورده اید و به شریعت او عمل نموده اید، از بسیاری از گمانها بپرهیزید. هر آینه بعضی از گمانها گناه می باشند و در کارهای پنهانی یکدیگر جاسوسی نکنید و عیب مسلمان را فاش نکنید و برخی از شما برخی دیگر را غیبت نکند. آیا هیچ یک از شما دوست دارد که گوشت برادر مرده خود را بخورد؟ پس خودتان آن را ناخوش خواهید داشت و از الله بترسید. هر آینه الله به بندگانش توبه پذیر و مهربان است. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. ای مردم، هر آینه ما شما را از یک مرد و یک زن بیافریده ایم، یعنی که آن دو آدم و حوا علیهم السلامند، و شما را جماعت ها و قبیله ها کردیم تا یکدیگر را بشناسید. البته گرامی ترین شما نزد الله پرهیزگارترین شماست. پس فخر کردن با نسب را ترک کنید. هر آینه الله آگاه و با خبر است. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم.
عرب‌های بادیه‌نشین گفتند به الله و رسولش کاملا ایمان آوردیم. بگو برایشان ای رسول کاملا ایمان نیاورده اید. بگویید که تسلیم شده ایم و هنوز ایمان در دلهایتان داخل نشده است و اگر الله و پیامبرش را اطاعت کنید از ثواب اعمال شما چیزی کم کرده نمی شود. هر آینه الله آمرزنده است برای کسی که از گناهان خود توبه کرده است و به او مهربان است. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. هر آینه مؤمنان کامل کسانی هستند که به الله و پیامبر او ایمان آوردند و به شریعت او عمل نمودند و در ایمانشان دیگر شک نکردند و با مال و جان خویش در راه الله جهاد کردند. اینها در ایمانشان راست کردارند. تفسیر ابن کثیر. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. بگو یعنی ای رسول برای این اعرابی ها آیا می خواهید الله را از دینداری خود آگاه کنید حال آن که الله از هر چی در آسمان ها و هر چی در زمین است آگاه است و او به هر چیز دقیقاً آگاه است و چیزی که در دلهای شما هست از ایمان یا کفر یا نیکویی یا بدی بر او پوشیده نیست. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. از این که اسلام آوردند یعنی عربی ها بر تو ای رسول منت می کنند. بگو برایشان به خاطر اسلامتان بر من منت نگذارید چرا که نفع ایمان به خود آن انسان بر می گردد بلکه الله به آن سبب که شما را به ایمان راه نموده است بر شما منت می نهد اگر در ادعای ایمانتان راست و درست هستید. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. هر آینه الله آنچه پنهان و مخفی است در آسمان ها و زمین را می داند و هیچ چیز بر او پوشیده نمی ماند و به هر کاری که می کند بیناست و او جزا دهنده شماست. در برابر نیکویی پاداش نیک و در برابر بدی جزای بد می دهد. سوره حجرات یعنی حجره ها در مدینه نازل شده است و از 18 آیت عبارت است. قرآن کریم و ترجمه معنای آن در روش تفسیر میسر به زبان تاجیکی.